من آن روز فقط برای تماشا نرفته بودم. شاید در ظاهر یک ناظر بودم، ولی ذهنم مدام میان صحنه میچرخید. میخواستم بدانم وقتی کسی در میانه آن رقص فرو میرود واقعا به چه فکر میکند، یا شاید اصلا دیگر فکر نمیکند. میگویند این رقص فقط حرکت نیست. نامش را ایبیک گذاشتند، یا در جاهای دیگر کودالومپینگ یا جاتیلان. اما هر نامی داشته باشد یک چیز در آن مشترک است. آدم‌هایی که با یک اسب بامبویی بیجان تبدیل می‌شوند به چیزی فراتر از بدن. این آیین قرن‌هاست که در دل فرهنگ جاوایی جریان دارد، پیش از آن که برق بیاید، پیش از آن که دیوار بالا برود، پیش از آن که انسان خودش را از زمین جدا کند. زمانی که مردم با طبیعت و با باد و خاک، با مرگ گفتگو می‌کردند. اجداد این مردم باور داشتند که روح فقط در انسان نیست، در سنگ، در درخت، حیوانات و حتی اشیاء ساخته شده هم روح است. و این اسب بامبویی که ساده به نظر می رسد در لحظه رقص حامل آن روح می شود. رقصنده با آن یکی می شود و از آن لحظه دیگر فرمان دست خودش نیست. لحظه‌ای که وارد ترانس می شوند مثل عبور از یک مرز است، نه مرز فیزیکی بلکه مرز آگاهی. در آن سوی این مرز دیگر قانون بدن حاکم نیست. نه درد معنا دارد، نه خجالت، نه قضاوت، فقط حرکت است و حس عبور. وقتی به یکی از این رقصنده ها نگاه میکنم با خودم فکر کردم او شاید دیگر خودش را حس نمی کند. نه لباس، نه زمان، نه نگاه مردم اطراف. شاید در ذهنش سالها عقب رفته به جایی که اجدادش آواز میخواندند، کنار آتش، یا شاید جلوتر رفته به جایی که هیچ مرزی برای بدن وجود ندارد. میگویند این حالت را ترانس مینامند، نوعی خلسه اما نه از جنس خواب و خیال، نوعی ورود به جایی که عقل دیگر فرمان نمیدهد و ترس دیگر کار نمیکند. و بعد شامان را دیدم، پیرمردی که چیزی نمیگفت، فقط نگاه میکرد، نه از روی بی‌تفاوتی که از روی آگاهی. با خودم فکر کردم این مرد احتمالاً بارها شاهد سقوط بوده، سقوط جسم بر زمین و برخاستن روح. شاید او باور دارد که ما همه اسیر چیزی هستیم و این رقص شکستن زنجیر است، زنجیر ترس از مرگ، از بدن و از نگاه دیگران. او نمیخندد، تشویق نمی کند، فقط مراقب است که اگر روح آمد مسیرش را بداند و اگر خواست برگردد راه بسته نباشد. گاهی فکر میکنم این مردم از چیزی باخبرند که ما فراموشش کردیم. شاید برای همین است که این آیین در بعضی از کشورها ممنوع است، نه چون خطرناک است بلکه چون تعریف ناپذیر است. چون ما بلد نیستیم با چیزی که نمیفهمیم زندگی کنیم و همیشه چیزهایی که نمیفهمیم برایمان تهدیدند. ولی در نگاه این مردم آنچه ما تهدید میدانیم شاید فرصتی است برای پیوند با چیزی عمیق‌تر. اینجا بدن فقط یک واسطه است و روح نه مفهومی شاعرانه که حضور واقعی دارد. لحظه‌ای چشمم به دختری افتاد که هنوز وارد خلسه نشده بود. لباسهای رنگی‌اش زیر نور خورشید می‌درخشید، اما در نگاهش اضطرابی نبود. فقط سکوت بود، آمادگی. انگار می‌دانست که اتفاقی خواهد افتاد، نه بیرون از خودش بلکه درون. و پیرزنی که در گوشه نشسته بود و چشمش از زمین بر نمی‌داشت، انگار این رقص‌ها را بارها دیده بود. شاید جوانی خودش را در همین میدان جا گذاشته بود. بعضی‌ها می‌گویند که این آیین برای ارتباط با ارواح نیاکان است، برخی می‌گویند هدفش تطهیر است، پاکسازی روح از دردها، خشم‌ها و سنگینی‌های زندگی. و گروهی آن را نوعی درمان می‌دانند، درمانی که با دارو نیست بلکه با رقص است، با عبور است. در دنیای ما همه چیز قابل اندازه‌گیری است، دما، وزن، سرعت، بازدهی. اما آنچه در میانه میدان می‌گذرد قابل سنجش نیست. یک حس است، یک لرزش در هوا، یک اشک در سکوت، یک نور و یک چهره خاکمالی شده. شاید این آیین راهی است برای یادآوری این که ما فقط بدن نیستیم، فقط اسم، فقط شغل، فقط گوشی‌های روشن نیستیم. شاید برای همین است که آن رقصنده وقتی روی آتش راه می‌رود لبخند می‌زند. شاید برای همین است که وقتی شامان دعا می‌خواند چشمش خیس می‌شوند. شاید برای همین است که من با اینکه فقط یک ناظر بودم در پایان چیزی درونم عوض شد، چیزی که نتوانستم با کلمه توضیحش بدهم. فقط فهمیدم که آن رقص فقط رقص نبود، آن رقص یک مکاشفه بود، یک گفتگو با ناپیدا، یک سکوت در دل فریاد. و حالا هر بار صدای تب به گوشم میرسد انگار چیزی درونم بیدار میشود، نه یک خاطره یا حتی فکر بلکه حسی گنگ، شبیه خواب، شبیه بیداری. شاید این همان چیزی است که آنها هر بار تجربهش میکنند و ما فقط تماشایش میکنیم.